تو سال 1280 تو محله سرچشمه گذر میرز محمود وزیر پسری به دنیا میاد که زندگی سیاسیش در تاریخ معاصر ما علامت سوال زیادی داره. مادرش دختر میرزا عبدالکریم منشی نظام، پدرش سرهنگ محمد خان افسر توپخانه بود و پدر بزرگش مشدی حسین شاغل در قورخانه. تحصیلاتش رو به مدرسه فرانسویا و آلیانس رفت و بعد دارالفنون و مدرسه نظام مشیرالدوله. پس از اون با درجه ستوان دومی وارد خدمت قشون شد. بعد از سرکوب میرزا کوچک خان به درجه ستوان یکمی ارتقا پیدا کرد و وارد هنگ پهلوی شد. به اروپا رفت، در دانشگاه سنسیر درس خوند. بعد از برگشتش به عنوان فرمانده گردان دوم هنگ پهلوی با رضاشاه به بروجرد رفت که تو همین سفر مورد توجه رضاشاه قرار گرفت و سرگرد شد و 2 سال بعد هم سرهنگ دوم. سال 1314 با درجه سرهنگ تمامی به دانشگاه جنگ جهت تدریس بود. تو سال 1308 به پدرش وکالت داد تا براش زن بگیره. پدرش هم از یه خانواده با اصالت تو تهران براش زن گرفت، خواهر صادق هدایت. 2 سال قبل از ورود متفقین و خروج رضاشاه سرتیپ شد. جزو معدود افسران جوانی بود که توسط رضاشاه به درجه سرتیپی نائل شد، چون رضاشاه به همین سادگی‌ها به کسی درجه نمیداد. با مظفر فیروز پسر نصرتالدوله که از لندن برگشته بود و در صدد انتقام پدرش بود روابط پنهانی داشت. با قوام هم ارتباط گرفت و همین قوام باعث شد تا برخلاف مخالفت‌های محمد رضا شاه این فرد رئیس ستاد ارتش بشه. با پیشوری رفیق میشه و مدتی تحت تأثیر انگلیسا قرار میگیره. 15 بهمن 1327 که شاه ترور شد همه رجال و امرا حضور داشتن جز این فرد. وقتی روزنامه‌ها ازش پرسیدن که شما رئیس ارتش بودی چرا حضور نداشتی، گفت در اتاق فرمان اوضاع رو کنترل می‌کردم که سلامتی اعلی حضرت به خطر نیفته. ولی تا به امروز این عدم حضور ابهامات زیادی رو در پی داشته. البته برخی ترور محمد رضا شاه رو گردن کیانوری انداختن، ولی نکات تاریکی از اون واقعه تا به امروز هنوز حل نشد. 5 تیر ماه 1329 با حمایت‌های قوام شاه مجبور شد که حکم نخست وزیریش رو امضا کنه. ولی بعد از 9 ماه و 11 روز درست 16 اسفند وقتی برای ختم آیت الله فیض وارد مسجد شاه بازار میشه توسط خلیل طهماسبی ترور میشه و در سن 49 سالگی جونش رو از دست میده. این فرد سپهبد علی رزمارا بود که برخی مورخین معتقدند که یکی از علتهای ترورش میتونه سویچ کردنش از انگلیسا رو امریکایی‌ها باشه و روابط پنهانی که با مخالفینش